قاعده 102 ضرر مخالفت با طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم بفهمیم که بدعت است. وقتی که انسان با طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم مخالفت میکنه، یعنی یک عبادت را ایجاد میکنه که او عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت نکرده، قیاس و اجتهاد در عبادت نمیشه. سعی کنید وقتی ما شما میگیم مسائل فقهی است، کتاب الله هست، سنت رسول الله هست، اجماع و قیاس است، اما در عبادت قیاس نمیشه یا اجتهاد نمیشه. به خاطر چی؟ عبادت تعیین شدگی هست از طرف الله و رسولش تبلیغ کرده. پس کس نمیتونه که مثلا بخیزه سر نماز صبح یک نماز دیگر قیاس بکنه، بگی نماز رو میخونیم قیاس کردیم، چون قیاس در مسائل احکام دیگه هست، در معاملات اینیا، اما در عبادات قیاس نیست. بناهن در عبادات اونمو چی است؟ متابعت است که باید از طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم متابعت شود. و اگر کسی مخالف طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام عبادت جدیدی را میره، ایره بدعت میگن. یعنی اگر یک کسی یک عبادت جدیدی را ایجاد میکنه که او عبادت پیغمبر نکرده، صحابه نکردن، تابعین و تابع تابعین نکردن، آل مثلا 5 قرن بعد، 6 قرن بعد یا 14 قرن بعد این پیدا میشه، این عبادت نیست، این بدعت میگن. و کل بدعت ضلاله. بعضی کسا در مفهوم بدعت اشتباه میکنن که باید بفهمیم که بدعت چی را میگن. بدعت یکی در دو چیز میشه، یکی در عبادات بدعت گفته میشه، یکی در اعتقادات. بدعت اعتقادی چی هست؟ بدعت اعتقادی است که مثلا نصرانی ها بعد از اینکه عیسی مسیح علیه السلام بالا رفت، یک چیز نو بدعت کردن، عقیده جدیده که عقیده تسلیس بود، این بدعت میگن. یا مثلا علمای نصارا بدعت عبادتی چی است که اونا مثلا رهبانیت نبتدعوها در قرآن میگه که و رهبانیت نبتدعوها، رهبانیتی که اونا او را بدعت کردن، یعنی در اصل دین نبود، اونا او رهبانیت ایجاد کردن. پس در عقیده اسلامی ما و شما که هست، بدعت در دو چیز میشه، یا در اعتقادات میشه و یا هم در عبادات میشه. بعضی کسایی که دین نمیفهمن باز میگه شما از کامپیوتر استفاده میکنین، این از لپتاپ استفاده میکنین، او بدعت لغوی هست، بدعت شرعی نیست، اصطلاحی نیست. بدعت در لغت هر چیز نو میگن، پس هر چیز بدعت میگن. و الله را بدیع السماوات والارض میگن. چرا؟ که آسمان ها و زمین از جدید چی کرد؟ خلق کرد. پس بدعت یکی لغوی هست به معنای چی؟ از جدید یک چیز جدید ساختن یک چیز جدید. اما بدعتی که حرام است و ناروا هست و گمراهی هست، او بدعت اصطلاحی هست. بدعت اصطلاحی در دو چیز میشه، در اعتقادات میشه و در عبادات میشه و در اخلاقیات میشه. اما بدعت اگر یک نفر مثلا موتر میسازه، این بدعت لغوی هست یا اصطلاحی؟ لغوی. بنان او گمراهی نیست. اگر یک کس مثلا لاسپیکر میسازه، این نوآوری هست لکن این گمراهی نیست. چرا؟ بدعت وقتی گفته میشه کل بدعت ضلاله که یک کسی یک عبادت جدید ایجاد میکنه، میگه عبادت است. متوجه هستین؟ مثل که نصرانی ها رهبانیت ایجاد کردن، مثل که مسلمان ها امروز بدعت های جدید چی است؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله روز 2 نکرده، روز 3 نکرده، شب جمعگی نکرده، 40 نکردن، اینیا رو ایجاد کردن. این بدعت ها غالبا از ادیان دیگه گرفته میشه. متوجه هستین؟ یا بدعتی که مثلا بت پرستا و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه، مشرکین قریش وقتی که میخواستن نماز بخونن، مکاء و تصدیه بود. مکاء چی رو میگفتن؟ اشپلاق میکردن. تصدیه چی معنی؟ چک چک میکردن. پس اون دوها چه قسم عبادت میکنن؟ بت پرستا غالبا با چک چک و با موسیقی و با تنبور و با طبله و با ساز عبادت میکنن. پس اگر کسی ساز در دین داخل میکنه، مثل که حالا میگن موسیقی اسلامی، باز خواندن میکنن و میرقصن، اینی بدعت است. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به همراه موسیقی و سازی گپا کدام عبادت را
انجام ندادن. این عبادت با موسیقی و ساز و چکچک و رقص مربوط میشه به مشرکین و بعضی مسلمان ها که کمرای مشرکین هندو و بت پرست زندگی کردن متأثر شدن یا همه می کار میکردن. پس خب اینا بدعت میگه و ما و شما میفهمیم که کل بدعت دلاله.